بهترین میگه بهترین مسلمان کیه میگه مسلمانی که ای دستش و از زبانش کسی آزار نیابه. ایره پیامبر گفته است بهترین مسلمان. حالا ببینین نگفته است بهترین مسلمان همون کسی که دویم روزادار باشه، هر شب نماز تهجد داشته باشه. ببینین نمیگه این گپ نزدن، گفتم بهترین مسلمان مسلمانی که مقصد ای دست و زبان او هیچ کس آزار نیابد. ریش سنتی ندارید، میخواهید مثل مردها ریش غوث داشته باشید، ریش زیبا داشته باشید، پس مشکل شما حل است. داروخانه شفا فرما با صفت اعلی داروهای گیاهی را پیشکش میکند برای بزباله شدن، درد میان، پا، خون گرفتگی، پروستات، بقوت کردن مردانگی، برای فرزنددار شدن، فای اسپرم را بالا برداشتن، فیتوستروئیدهای طبیعی را شخصانی که مشکل از گمارای پروستات، خون گرفتگی، عضوهای زنانه و مردانه با مثل مولاشنیڅ، اروزیا، کیست میومی دارند پیشنهاد میکند برای صفت اعلی دسترس نمودن با این رقم ها تماس گیرید. شفا فرما همراز شما. اینها سبب خدا. این گپ نزدن، گفتم بهترین مسلمان مسلمانی که مقصد ای دست و زبان او هیچ کس آزار نیابه. برای همین حقیقتا اگر زبانی باشد که کسی را ما به این آزار نتیم و بهترین عضو. اگر به شرط زبانهای ما چنان زبانهای خاردار و درشتی باشد که 10 نفر ای دست ما و شما خفا و ملال باشد، این بدترین عضو به شما میره. همین حضرت لقمان وقتی بچهش پرسید که پدر گفت، بچه لقمان هم بسیار آدمی مشهور بوده است، بسیار آدمی معروف هم بوده است. برای همین او بچهش در سوره خودی سوره لقمان ده بچهش نصیحت میکنه. حضرت لقمان بچهش نصیحت میکنه که مقصد بچم هیچ وقت شرک با خدا نیار، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بچهش نصیحت میکنه بچم هیچ وقت شرک نیار، زیرا شرک بسیار گناه بزرگه. مفسران میگن بچه حضرت لقمان هم آدمی معروف بود، بسیار عالم بود میگن، لیکن بسیار مصلحت های زیباش میته. برای همین انا حضرت لقمان که وقتی میدونست بچهش که بسیار آدمی دانشمنده، میگه پدر میگه همین بهترین خصلتی که خداوند با بنده بده چیه؟ نعمت بزرگه. شما بینید که خدای مهربان در قرآن خبر میده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله را بین میگه اگر شما پایبندی دین شوین، ولی مقصد دین اسلام ای برادر عزیز، اگر شما پایبندی دین اسلام شوین رضیت لکم، خدا میگه من شما راضی میشم. برادر عزیز میدونین که رضاگی الله مهربان برای ما و شما چقدر فایده کلان داره. این خیلی خوشبختی هست که وقتی که خداوند ایمن تو راضی باشه. ولی حضرت مولوی میگد که اگر الله شود از بنده راضی با او یار است استقبال و ماضی. شود ای بنده گر الله به آزار، همه در هر دو عالم است تو بیزار. اگر انسانی که برادر عزیز خدا از او راضی باشه، میگه حاضره و آیندهش میگه خیره. لیکن بنده ای را که اگر خداوند از او غضبناک باشه، او چی است؟ او میگه همه او را بد میبینه، همه او را بد میبینه. برای همین یعنی خداوند دبی که راضیگیش در چی نسبت داد؟ که اگر شما پایبند دین باشین. الله مهربان با در قرآن چی میگه؟ میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. اکو قرآن که کتاب آخرانه برادر عزیز، و خدای مهربان هم در قرآن گفته است محمد هم آخران پیامبره. بینین
محمدم آخران پیامبره، قرآنم آخران کتابه. دیگر تا روزی که روز رستاخیز میگیم، تا روز قیامت میگیم، تا روز قیامت دیگر برادرها پیامبرها دیگر نمیآیند. تمام دیگر. یعنی تا همین زمان پیامبری آخران از خودمان بود، دیگر از این دیگر پیامبر نمیآید. و قرآن هم آخران کتاب. برای همین خداوند اشاره داره که هر کسی که بغیر دین اسلام دیگر دینی را پیروی میکند، دیگر دینی را برای خودش همچو دینی بگیم که چی بگیم، یا دینی نجات بخش اگر برای خودش اگر قبول کند، خدا میگه بجز اسلام هیچ دینی را از کسی نمیپذیرم. از کسی دیگر غیر اسلام دیگر هر دینی را که انتخابم که کردی، من او دین است نمیپذیرم. و هو فی الاخرة من الخاسرین. خدا گفته است با این انتخاب کردگیت، یعنی انتخابی که اگر تو غیر دین اسلام باشه و تو هر آینه در قیامت بسیار خار و ذلیل هستی. الله در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این الدین عند الله الاسلام. خدا میگه یگانه دینی که در نزد الله شما بین محترمه، پیرواش محترمه، اون کدام دینه؟ دین اسلام. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز که امروز زیاده قریب ممکن از 95% ممکن زیادم باشد تاجیکستانی ما همه پیروی از دین اسلام دارن برادران. همه اینها نامشان مسلمانه. همه اینها در خانه هاشون برادران از روی میل محبتشون قرآن در بالای سرشون دارن. خانه نخوانن، خانه شون از قرآن خالی نمیمونن. این یک محبت ہے برادر عزیز، این هم یک احترام ہے. برای همین حضرت لقمان بچهش وقتی گفت پدر بهترین آن چیزی که خدا با بنده میده چیه؟ گفت دین. برای همین برادرها این دینی که حاضر ما و شما داریم، شما این را احساس کنید که بهترین نعمت خدا ہے. حضرت علی هم سخن داره میگه این من نعیم دنیا یکفیک الاسلام و نعمتن. ببینید حضرت علی چی میگه؟ میگه در دنیا نعمت ها بسیارن. یعنی نعمت یعنی چی نعمت؟ اینو ببین نعمت نه، آبش هم نعمت های، میوهش هم نعمت های، هر چیزی که همه همین نعمت های. برادر عزیز ببین زبانی که خوانده است نعمت های، گوشی که گوش کرده است نعمت های، قدم هایی که میزنیم راه میگردیم نعمت های. نه بابی عبدالرحمن ابی ای سلامتیش بیچاره نه نمیتونه میگه شیشته و دیگر نعمت های. همین تنیسیت خودش یه نعمت های برادر عزیز. پدر و مادرم نعمت های، فرزندم نعمت های. این همین الحمدلله رب العالمین. امروز یه فضای بین آرامی که ما داریم. ای برادر عزیز